منبر جهانی. خدایا دین تو توحید و سنت، که خالص باشد از هر شرک و بدعت. نشاید جز با آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. شکست هر بت و هر بت نمایی، نماد عزت دین است و دولت. پیام دین حق از تاج منبر، بیفشاند جهانی بذر شوکت. خدایا مغفرت کن جمع یاران، ببخشا هر کدام حوران جنت. خدایا دین تو توحید و سنت، که خالص باشد از هر شرک و بدعت. نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر، بیفشاند جهانی بذر شوکت. شکست هر بت و هر بت نمایی، نماد عزت دین است و دولت. پیام دین حق از تاج منبر، بیفشاند جهانی بذر شوکت. خدایا مغفرت کن جمع یاران، ببخشا هر کدام حوران جنت. پیام دین حق از تاج منبر، بیفشاند جهانی بذر شوکت. الحمدلله و صلاة و سلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. سروران گرامی و بینندگان عزیز و بزرگوار، موضوع این هفته ما فضیلت دهه اول ماه ذوالحجه است و اصطلاحاً دهه فجر به تعبیر قرآن کریم، و الفجر و لیال عشر. این 10 شبی که در سوره فجر بهش اشاره شده و الله متعال به آن سوگند یاد کرده است، همون 10 شب اول ماه ذوالحجه از ماه‌های محرم الحرام است. علما و مفسران، ابن کثیر، امام بخاری و بسیاری از علما در تفسیر آیه و الفجر و لیال عشر نوشتند که مراد از آن همون 10 شب اول ماه ذوالحجه است. حکمت الله متعال تقاضا کرده که از بین شهرها و بلاد در سایر دنیا شهر مکه را بر هر شهر دیگری فضیلت بدهد و از بین ماها ماه رمضان را و از بین هفته روز جمعه را و از بین شبها شب قدر را بهترین شبها قرار داده است. و حکمت خداوند متعال تقاضا می کند که برای اینکه بندگان را و مؤمنان را که دوستان او تعالی هستند، برای اینکه بهانه‌ای برای اونها پیدا بشود که الله متعال از خزائن بیکران خودش به اونها عنایت بفرماید، این گونه مناسبت ها را الله متعال ایجاد می کند و در ایجاد این مناسبت ها و فصل های مختلف در طول سال بندگان مؤمن
به طاعت و عبادت تشویق می شوند و بهانه‌ای پیدا می شود که خود را به الله متعال نزدیک بکنند و الله متعال را از خودشان خوشنود و راضی بگردانند. انسان گرچه همیشه مکلف است که مشغول طاعت و عبادت الله متعال باشد، ولی همچنان که در زندگی دنیا فصلی و مناسبتی میتواند مشوق انسان برای زنده کردن نفسی و تازه کردن نفسی باشد، به همین صورت در عبادت ها نیز هر موسم و هر فصلی میتواند مشوق انسان برای یک اقدام جدید و یک همت دیگر باشد و بدین وسیله انسان از خزائن بیکران پروردگار بزرگ و معبود ذوالجلالش مستفید گردد. الله متعال خزائن بیشماری دارد. و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هیچ چیزی در این جهان نیست مگر اینکه خزائن بیشمار اون در نزد الله متعال است. عزت، سلامتی، نعمت، همه نعمت هایی که من و شما دوست داریم و در این جهان وجود دارد یا ندارد، الله متعال از همه اینها خزانه هایی و انبار هایی در اختیار دارد. این فقط برای فهم من و شماست. خزائنه و این من شیء الا عندنا خزائنه فقط به خاطر تفهیم من و شماست، و الا الله متعال هر چه که بخواهد فقط اراده است. اراده کند همه چیز ایجاد می شود، هر چه بخواهد. پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث صحیح که در صحیح بخاری روایت شده آمده است که فرمودند ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی الله من هذه الایام. هیچ روزی نیست که عمل کردن در آن از این 10 روز اول ماه ذوالحجه بهتر باشد. هر عبادت مشروعی در این 10 روز ثواب مضاعف دارد. یعنی همین 10 روز اول ماه ذوالحجه، چون که مصادف است با، شاید بپرسید خب چرا؟ شب لیلة القدر، به این دلیل که در یکی از شبهای طاق در ماه مبارک رمضان قرار گرفته، در ماه فضیلت، در ماه برکت، در ماه صیام، در ماه قیام، و این 10 روز در واقع مصادف است با حجاجی که مشغول حج بیت الله الحرام هستند. با عمل اونها، با عبادت اونها، با طاعت اونها این روزها مصادف است. چون که یوم الترویه یعنی روز 8 ذی‌حجه میشه. از روز اول ذی‌حجه تقریبا حجاج آماده هستند برای انجام مناسک حج. بنابراین مشابهت با حجاج، یعنی مهمانان خانه خدا و مهمانان الله متعال، چون که در این روزها مشغول عبادت هستند، مشابهت با اونها نیز برای سایر مسلمان ها در سایر نقاط جهان باعث فضیلت است. در حدیثی که عرض کردم صحابه پرسیدند که یعنی این 10 روزی که عمل کردن در اینها از همه روزها بهتر است. صحابه فرمودند که یا رسول الله ولا الجهاد فی سبیل الله، جهاد در راه خدا هم ثوابش به اندازه ثواب عمل کردن در این 10 روز نمی شود؟ قال ولا الجهاد فی سبیل الله، فرمودند که حتی جهاد در راه خدا، الا رجل خرج بنفسه و ماله فلم یرجع من ذلك بشیء. یک نفر فقط میتواند
رقابت بکند با کسی که در این 10 روز مشغول عبادت و عمل صالح است و اون کسی است که به جهاد در راه خدا بیرون شود، خودش با مالش بیرون شود و در راه خدا شهید شود، بر نگردد. این فقط کسی است که میتواند ثواب و اجر و پاداش او از اجر و پاداش و ثواب کسی که در 10 روز اول ماه ذوالحجه اعمال نیک انجام میدهد ثوابش بیشتر باشد. و الا هیچ روزی در سال نیست، هیچ ماهی در سال نیست که عمل کردن در آن از عمل کردن در این 10 روز بیشتر باشد. امیدوارم که خداوند متعال به من و شما توفیق عنایت بکند. هر سال این 10 ذوالحجه می آید و می رود و من و شما می بینیم و حاضر هستیم و شاهد هستیم و زنده هستیم و سلامت هستیم، اما چه بسا انسان گرفتار زندگی خودش، گرفتار کارهای خودش و فراموش می کند که عمل کند، در حالی که اگر مناسبتی پیدا بشود که انسان بفهمد می تواند در اون کسبی و درآمدی به دست بیاورد، حتما لحظه شماری خواهد کرد. اما این لحظات را ما امیدواریم که فراموش نشود، سعی کنیم که فراموش نشود و اینها را در تقویم به خاطر داشته باشیم که ماه ذوالقعده، یعنی آخر سال وقتی که حجاج بیت الله الحرام در حج هستند، ماه 12 قمری یعنی آخرین ماه از سال قمری، عمل کردن در این روزهای اول ماه از روز اول تا روز 10 اینا بهترین روزهایی هستند که انسان میتواند در اون عمل صالح انجام بدهد. من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. در سوره انعام الله متعال میفرماید که کسی که عمل نیک انجام بدهد خداوند متعال ثواب اون را 10 برابر میدهد. و همچنین پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم در حدیث متفق علیه که متفق علیه به حدیثی گفته می شود که امام بخاری و امام مسلم هر دو آن را در صحیحین خودشون نقل کرده باشند یا در صحیح خودشون نقل کرده باشند، پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم میفرمایند که ان الله كتب الحسنات و السیئات، الله متعال حسنات و سیئات یعنی خوبی ها، نیکی ها را و بدی ها را نوشته است، ثم بین ذلک، سپس آن را توضیح داده است، بیان فرموده است. پس کسی که قصد عمل نیک بکند اما نتواند به هر دلیلی انجام بدهد، خداوند متعال آن را برای او نیکی می نویسد، نیکی کامل. و اگر و این هم بها فعملها، اگر نیتم بکند عملم بکند، کتبها الله 10 حسنات، خداوند برای اون 10 تا نیکی می نویسد، الی 700 ضعف الی اضعاف کثیره، 10 تا 700 تا چندین برابر. و کسی که نیت گناه بکند و گناه انجام دهد، خداوند متعال برای او 1 گناه می نویسد، انجام دهد برای او 1 گناه می نویسد، و اگر نیت بکند و انجام ندهد برای او نیکی می نویسد. امیدواریم که خداوند متعال به من و شما توفیق عنایت بکند که در همه ایام سال و به خصوص در این 10 روز ما بیشتر عبادت کنیم و بیشتر مشغول طاعت و عبادت باشیم. از اینکه وقت برنامه ما در اینجا به پایان رسید، امیدواریم که بتوانید با مراجعه به کتاب‌ها و جزوه‌هایی که در این زمینه در کتابخانه‌ها و در سایت‌ها هست استفاده کنید، از علمای بزرگوار بپرسید و حتما عمل کردن در 10 اول ذی‌حجه را فراموش نکنید و همچنین در ماه مبارک رمضان برای ما و همه مسلمانان هم دعا کنید. خداوند از همه من و شما به بارگاه خودش بپذیرد و ما را جزو بندگان نیک خودش قرار دهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت، شکست هر بت و هر بت نمایی، نماد عزت دین است و دولت.